خدانور لجهی، این قوم لجهی بلوچند، یک طایفه خانواده کوچیکی دارند. خانواده کوچیک اقوام بزرگ ما در بلوچ داریم. افتخارم نیست برای هیچ کسی که بزرگ باشد کوچک باشد. بلال حبشی باشد یا ابو لهب قریشی، برای ما فرق نمی کند، اما انسانیت شرطه. این خدانور لجهی یکی از دوستان گفت که در اونجا زخمی شده بود، برای من تعریف کرد. میگه در این اتاق من بستری بودم، تیر خورده بود، میگه زیر معالجه بود، اینم کما رفتم. میگه در اون اتاق بغل دستی من خدانور لجهی بود. میگه بغیر از اسم الله که از زبانش از اون خانه بیرون می آمد من جمعش نمیدم. الله الله الله. این صدای خدانور لجهی بود. میگه مادر داشت، سبحان الله، ما مادرش الان در گوشی دیدم عکسش. مادر داشت، میگه این بیچاره روزه بود، لبایش خشک، گریه میکرد، میگه سرپرست خانواده ما همین یک نفره، سرپرست خانه مادر ما یک نفره. خدایا فرزندم را از من نگیر. روزه بود، غذا میدادیم، به اون آب میدادیم، گریه میکرد، سبحان الله و الحمدلله و ذکر خدا را میگو. داخل نمازخانه میرفت، نماز میخواند و الله الله اونم بلند بود. ما دیدیم امروز به عنوان یک نماد ملی، عکس‌ها و فیلم‌ها را شما دیدید، هر کسی داخل و خارج میره و دستای خود را زنجیر میکند، به ستون خود را میبندد، لیوان آب اونجا میگذارد که این نماد مظلومیت این قومه. اون آب خواسته، دستایش بستند، آبا را اونجا گذاشتن، برو آب بخور. اینا را که ما نگفتیم، ما نمیگوییم. اینا به عنوان نماد ملی و بین المللی شدن.